سلام به همگی و خوش اومدید. تا حالا فکر کردین که مرز بین یه معامله موفق و یه فرصت از دست رفته چقدر میتونه باریک باشه؟ امروز میخوایم دقیقاً در مورد همون مرز صحبت کنیم. هنر پرزنت کردن، یعنی همون مهارتی که یه گفتگوی ساده رو میتونه به یه فروش عالی تبدیل کنه. خب بیایید با یه سوال خیلی مهم شروع کنیم. یه پرزنتیشن بد واقعاً چقدر میتونه برای کسب و کار شما هزینه داشته باشه؟ و ببینید منظورم فقط از دست دادن یه فرصت نیست تا منظورم هزینه واقعی و کاملاً قابل اندازه‌گیریه. این آمار دیگه همه چیز رو روشن میکنه، نه؟ یه پرزنتیشن عالی میتونه حتی یه شانس بگیم 20% رو به یه قرارداد موفق تبدیل کنه. اما از اون طرف یه پرزنتیشن ضعیف میتونه یه فرصت طلایی، یه فرصت 80% رو خیلی راحت نابود کنه. دقیقاً همین تفاوت مرز بین رشد و شکست کسب و کاره. خب پس چطوری از اون 80% فرار کنیم و جزو اون 20% باشیم؟ این نقشه راه امروزمونه. اول میبینیم چرا پرزنتیشن یه معامله برد یا باخته. بعد تعریفش میکنیم، جعبه ابزارمون رو بررسی میکنیم و بعد هم میریم سراغ تکنیکای یه پرزنتیشن قدرتمند. در آخر هم میبینیم چطور همه اینا رو عملی کنیم. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول، پرزنتیشن یه معامله برد یا باخت. اینجا میخوایم ببینیم چرا پرزنت کردن یه مهارت جانبی و خوبه که بلد باشین نیست، بلکه یه عامل حیاتی برای موفقیت شماست. فقط به این عدد نگاه کنید. 50%. یعنی چی؟ یعنی تقریباً نصف تمام فروشنده ها معتقدن که پرزنتیشن حیاتی ترین بخش برای بستن یه معامله است. پس دیگه اینجا حرف از یه مهارت فرعی نیست. داریم در مورد قلب تپنده فرآیند فروش صحبت می‌کنیم. خب حالا که فهمیدیم چقدر مهمه، بریم تو بخش دوم عمیق‌تر بشیم. ببینیم یه پرزنتیشن قدرتمند واقعاً چیه و چی اون رو از یه گفتگوی معمولی جدا می‌کنه. ببینید یه پرزنتیشن موفق صرفاً یه لیست از ویژگی‌های محصول نیست. نه، یه داستان متقاعد کننده که ارزش محصول شما رو به نیازهای مشخص مشتری گره میزنه و آخرش هم با یه درخواست واضح یا همون call to action اونها رو به قدم بعدی هل میده. و این داستان روی 4 ستون اصلی وایساده. اول باید یه داستان متقاعد کننده باشه. دوم باید کاملاً با نیازهای مشتری شما جور در بیاد. سوم، یه فراخوان به اقدام واضح داشته باشه و چهارم، کاری کنه که اون چیزی که شما رو از بقیه متمایز میکنه تو ذهن مخاطب حک بشه. این 4 فونداسیون کار شماست. خب، حالا که ساختار اصلی دستمون اومد، بریم سراغ بخش سوم، جعبه ابزار شما. میدونید هر موقعیتی ابزار خاص خودش رو میخواد. بیایید ببینیم چه ابزارهایی برای سناریوهای مختلف توی این جعبه ابزار داریم. این جعبه ابزار 8 ابزار اصلی داره. پرزنتیشن های آموزشی، صنعتی، انگیزشی و همینطور مجاب کننده، حل مسئله، گزارش پیشرفت، داستانگویی و تصویری. هر کدوم از اینها برای یه هدف خاص طراحی شدن. پس بسته به موقعیت و مخاطب، شما باید ابزار درست رو از جعبه ابزارتون بردارید. حالا برای اینکه انتخاب ابزار رو بهتر بفهمیم، بیایم دوتاش رو با هم مقایسه کنیم. آموزشی و صنعتی. فرض کنید میخواید یه تکنولوژی کاملا جدید رو به کسی معرفی کنید که هیچی ازش نمیدونه. خب اینجا شما از پرزنتیشن آموزشی استفاده میکنید. اما اگه مشتری شما با موضوع آشناست و فقط دنبال داده‌های بیشتر یا جزئیات فنیه، اون موقع پرزنتیشن صنعتی انتخاب هوشمندانه تریه. حالا 2 سبک کاملا متفاوت دیگر رو هم ببینید تا تنوع این جعبه ابزار دستتون بیاد. یکی پرزنتیشن انگیزشی هست که خب از اسمش معلومه هدفش اینه که به مخاطب الهام بده و اون رو به حرکت وادار کنه. و اون یکی هم پرزنتیشن داستانگویی که به جای تمرکز روی داده و آمار سعی میکنه یه ارتباط عاطفی قوی با مخاطب بسازه. خیلی خوب، ابزارها رو شناختیم. حالا تو بخش 4 میخوایم ببینیم چطور باید از این ابزارها به شکل مؤثر استفاده کنیم. وقتشه که دیگه از تئوری بیایم بیرون و بریم سراغ تکنیک‌های کاملاً عملی.
این 4 تا قدم یه نقشه راه عالی برای ساختار پرزنتیشن شماست. قدم اول، اشتراک گذاری. قبل از هر کاری رؤوس مطالبتون رو با مشتری در میون بذارید. قدم دوم، درک مشکل. خواهشاً قبل از اینکه راه حل بدید، مشکل مشتری رو عمیقاً بفهمید. قدم سوم، ایجاد اون لحظه آها. هدفتون این باشه که یه دیدگاه جدید به مشتری بدید. و قدم چهارم، ضربه نهایی. اون وجه تمایز اصلی خودتون رو برای آخر کار نگه دارید تا تأثیرش ماندگار بشه. یادتون باشه، محتوای خوب به تنهایی کافی نیست. اینکه چطوری پیامتون رو ارائه میدید به همون اندازه مهمه. این 6 تا نکته کلیدی رو برای اجرای یادتون باشه. اشتیاق واقعی نشون بدید. با پرسیدن سوال روی نیازهای مخاطب تمرکز کنید. پیامتون رو تو 3 تا نکته کلیدی خلاصه کنید. لبخند بزنید و ارتباط چشمی رو فراموش نکنید. با یه شروع قوی محکوبشون کنید. و در نهایت از داستانگویی استفاده کنید تا حرفاتون تو ذهنشون بمونه. و میدونید از بین تمام این تکنیک‌ها یه دونشون از همه قدرتمندتره، داستانگویی. یه داستان خوب میتونه داده‌های خشک و آمارهای خسته کننده رو به یه تجربه احساسی و فراموش نشدنی تبدیل کنه. این دقیقاً همون چیزیه که پیام شما رو برای همیشه توی ذهن مخاطب حک میکنه. و خب همه اینها ما رو میرسونه به بخش نهایی، از تئوری تا عمل. چون تمام این دانش تا وقتی که به کار گرفته نشه راستش بیفایده است. این جمله رو خوب به خاطر بسپارید. پرزنت کردن یه استعداد ذاتی نیست، یه مهارته. دقیقاً مثل هر مهارت دیگه‌ای. یعنی شما به عنوان یه فروشنده با تمرین و تکرار این تکنیک‌ها میتونید به فروش ایدئال برسید. هر کسی میتونه یه ارائه دهنده فوق‌العاده بشه. پس یادتون باشه، این یه مسیره، نه یه مقصد نهایی. هیچ کس یه شب استاد پرزنتیشن نمیشه. این مسیر به تمرین مداوم، به مطالعه و مهمتر از همه به شجاعت برای عملی کردن چیزهایی که یاد گرفتید نیاز داره. و در پایان این تحلیل میخوام یه سوال ازتون بپرسم. سوالی که شما رو از یه شنونده منفعل به یه اجرا کننده فعال تبدیل میکنه. از بین تمام تکنیکایی که امروز با هم دیدیم، شما کدوم یکی رو همین فردا امتحان میکنید؟